با عرض احترامات مجدد، ما بسیار از خداوند جل جلاله و شکرگزار هستم که باز به خدمت دین و وطن و وطندارای خود هستم. قراره که پیشتر ما ذکر کردم، ما از وزیر رئیس صاحب عمومی بانک مرکزی افغانستان خواهش جدی دارم تا در قسمت باطل ساختن چالش کلدار در مناطق ایالات جلال آباد و سایر ایالات اینا توجه جدی کنن و از اینا ما خواهش میکنم که یگانه کار شما میتونین. من نمیفهمم که کل روز شما در بانک مرکزی چی میکنین. وظیفه شماست که شما توجه کنین در ولایت های افغانستان از نظر پولی چی میگذره یا داخل خود کابل، داخل خود افغانستان. اگر ممالک غربی فعلا در افغانستان نباشه و این عمله کلدار پاکستانی و تومان ایرانی، میفهمین چی اثرات ناگوار را بالای اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت. شما از کجا اثر میکنین تا ارزش افغانی را ثابت نگاه کنین؟ شما باید وظیفه تانه بشناسین. مردم افغانستان شما را که به این وظیفه انتخاب کرده، شما مسئولیت ایمانی، وجدانی و ملی دارین. در قسمت حمایه منافع ملی افغانستان شما توجه کنین. ما هزارها دفعه ما اعلان کردیم که او رئیس بانک مرکزی شما چالش کالدار باطل اعلان کنین و حال آمدن لاری های تومان داخل خاک افغانستان این موضوع دیگه است که شما توجه جدی کنین. اتنشه که این ممالک تا وقتی که قدرتشون میرسه بالای مردم افغانستان ظلم کنه، مردم افغانستان به شهادت برسانه، اولادا را بی پدر کنه، اولادها یتیم شوه، همشیرای ما بیوه شوه و حال عمله پولی را بالای افغانستان اینا شروع کردن. دیگه باز هم اگر شما توجه کنین، بیس یک افغان شما باید چالش کلدار داخل افغانستان، یعنی در ولایت هایی که تنها مال تجاری ما خرید فروشش توسط کلدار است، شما چالش باطل اعلان کنین. با همین ترتیب تومان ایرانی را داخل خاک افغانستان، اگر شما معامله تجارتی میکنین با این ممالک، قراره که ما گفتم در قسمت صنعتی شدن او موضوع علیحده است. شما میتونین که تجار ملی را باید به املاش کمک کنین که برن ماشینالات از این ممالک بخرن بیارن در افغانستان و افغانستان را به طرف صنعتی شدن ببرن. چرا این بهترین وقت است که افغانی، قیمت افغانی بسیار زیاد بالاست، میتونه که بسیار زیاد ماشینالات ما به قیمت کم بخریم که همین امتیازی که فعلا ما داریم ما نخواد داشته باشیم در 10 سال آینده، 15 سال آینده. امید است که نشه، اما این ما باید پیش بینیش باشیم. چرا حال هر ماه 2 بیلیون 3 بیلیون در داخل خود خاک افغانستان بالای قوای امریکایی ببخشین مصرف میشه و این منابع سرشار است یعنی که در داخل خود خاک افغانستان میایه، این قیمت افغانی رو ثابت نگاه کرده. دیگه باز من نمیخوایم در جزئیات برم چطور ما میتونیم که یک روز شاید بحث کنیم چطور میتونیم قیمت افغانی رو ما استوار نگاه کنیم از نظر اقتصادی و کی را ما فکر میکنیم که دکتر صاحب اشرف غنی تا داشته ماندن، کسایی که کارهای خوب کرده ما باید تو قدردان از اونها باشیم و کسایی کار خراب میکنه خانتایشان باید ما برملا کنیم. ما پیشتر صحبت کردم راجع به سفیر کبیر پاکستان در امریکا و این مصاحبه که با MSNBC داشت. اول ایره من باید براتون بگویم که من مقایسه کردم امی سفیر یا نماینده پاکستان در ملل متحد و ایره ما مقایسه کردیم با آقای ظاهر تنین که نماینده افغانستان در ملل متحد است. این شخص
آقای ظاهر تنین در 11 سال که شما تشریف دارین در ملل متحد، شما هیچ وقتی از منافع ملی افغانستان دفاع نکردین. ما ایره به شما میگویم که وظیفه شما باعث نماینده ملت غیور افغان در ملل متحد چی است؟ شما با ما ایره بگوین. در قسمت عملات پاکستان بالای خاک افغانستان یا سایر موضوعات شما حتی زبانتان واز نکردین که یک موضوع رو تشریح کنین. اگر شما مقایسه کنین نماینده پاکستان در ملل متحد یا نماینده افغانستان در ملل متحد، آقای آرون نماینده پاکستان در ملل متحد است و مصاحبه زیر شنیدم با MSNBC. باور کنین که این به اندازه از نظر سیاسی بگویم دقیق صحبت میکرد که نماینده تلویزیون MSNBC نمیفهمید که چی بگویم. مثلا ذکر کرد که وقتی که جنگ ویتنام بود امی پاکستان بود که بر امریکا کمک کرد، نقاط را میخواست که بیاره که اذهان مردم امریکا را به اصطلاح بالایش تاثیر داشته باشه و دائم پاکستان رفیق امریکا بوده. در این شرایط شما میدید کمان give us a break، یعنی مصطلحات امریکایی را استفاده میکرد. ببخشید صاحب که همین سلفون ما یعنی به اندازه آدم دقیق صحبت کرد و بدون کدام اکسنت از منافع پاکستان دفاع میکرد و در این شما اگر مقایسه کنین آقای ظاهر تنین در مقایسه ازی شما هیچ وقت مقایسه کرده نمیتونین و دیگه آقای تنین باید در قسمت ای که از نظر ظاهری چطور خود نگاه کنن هم توجه کنن و به اصطلاح ما در مقایسه کردیم صحبت های دو نفر صاحب در این قسمت. یعنی ما باید شخص را در ملل متحد استخدام کنیم که در ملل متحد استخدام کنیم که اونا به اصطلاح جسم روحی مردم افغانستان با جانیان تشریح کنه و بفهمه و از منافع ملی مردم افغانستان دفاع کنه. چرا ملل متحد یک ارگان بسیار مهم است و در این حال یک موضوع دیگر براتون بگویم که ما نو خبر شدیم ملل متحد میخواهد که یک هیئت روان کنه در افغانستان در قسمت human right، به اصطلاح کشت و کشتاری که آیسای پاکستان در افغانستان کرده میخواهند تحقیقات را کنن در افغانستان که ما از این خبر شدیم که این یک قدم نیک است. چرا ما با ملل متحد زیاد تماس هستیم، ما کار را میکنیم. قرار که پیشتر گفتم موضوعات ما از نظر سیاسی بسیار فعال هستیم با ملل متحد، دولت امریکا، ممالک ناتو به اصطلاح موضوعات لابینگ زیادتر ما در نظر گرفتیم و پیش میبریم. کاری که پاکستان میکنه و این کار را ما میخواهیم که در این قسمت هم به اصطلاح مردم افغانستان بتونه که پاکستان در این قسمت هم شکست بده و ما از نظر سیاسی بسیار باید ما در این قسمت بسیار فعال باشیم. موضوع دیگه که از پاکستان روزنامه میایه به زبان دری، روزنامه میایه دولت افغانستان، عسکر، پلیس، اشخاص ملی ما را بسیار زیاد میکوبه و بسیار الفاظ رکیک استفاده میشه. در حدود به خیال مزارها روزنامه میایه که ما از آقای وزیر صاحب اطلاعات کلتور تقاضا دارم که در این قسمت توجه جدی کنن. من نمیفهم که اوش و فکر ایشان کجا است که این روزنامه مدت زیاد میشه که داخل خاک افغانستان میه. ما این از سرحد به ما یک برادر تلفن کرد
از سر ترخم گفته که اینی تو موضوعات میه، این تو روزنامه می داخل خاک افغانستان و این در قسمت پروپاگاند در برای مردم افغانستان استفاده میشه که این هم کار آیسا است، مداخله مستقیم پاکستان در امور افغانستان است که این باید در موردش توجه جدی شود. اشخاصی که موظف سرد است باید این روزنامه را که به دست میارن از بین ببرن و این روزنامه ها به اصطلاح به دست کس قرار نگیره. شما ببینید که همسایه‌های ما هم از نظر امنیتی بر افغانستان مشکلات زیاد را خلق کرده، از نظر مالی عمله پولایشان بالای مردم افغانستان که از نظر اقتصادی بسیار تاثیر ناگوار خود داشته که ما توجه نکنیم و در این حال سیاست‌های از اینا در مقابل مردم افغانستان و ما این جرأت و شهامت داریم که ما برای به دست آوردن حق مسلم خود قدم کنیم. دولت پاکستان این موضوع را باید بفهمه. ما دیگه از زیاد صحبت نمی کنم، ما می خواهیم که تلفن های شما را بگیرم و ما پیش از اینکه برم تلفن های شما را بگیرم، آقای صادق عضو شورای ولایتی ارزگان اینا دوباره به افغانستان میرن و از افغانستان آمدن شرایط و وضعیت سیاسی افغانستان را تشریح کردن در برنامه گذشته. اینا میخواهیم که از اینا چند موضوعات را پرسان کنیم پیش از اینا که داخل خاک افغانستان میرن که این موضوعات با ما تشریح بتن و با اجازه شما ما میرم آقای صادق دلاین میارم. بله صادق صاحب. آقای متی سلام علیکم. سلام علیکم برادر گل، شما چطور هستین؟ خوب هستین؟ فضل مرحمت خدا شما خوب هستین و سلامای من به همه بینندگان و شنوندگان شما میرسونم. زنده باشین، لطف مرحمتتون است. کمی که بلند گپ بزنین صاحب که آوازتون کمی پخش است. حالا بشنوید صدا را؟ بالکل صحیح شد. صادق صاحب ما شنیدم که این هفته را در افغانستان به حیث هفته شهدا نامیدن که این به نظر ما وظیفه تماما فرنگی ها و خبرنگار است که در این مورد صحبت کنه، واقعیت ها را بیرون بیاره. در این قسمت شما چی فکر میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید بگویم که اولا باید همه مفسرین، علمای دین، مورخین باید بر مبنای اصول دین مبارک اسلام بر اساس مکتب حق صادقانه شهادت و شهید را باید تعریف کنند. ما اعتقاد دارم که تقدس شهادت وسیله پیوند در متن جامعه بین افراد و اقوام افغانستان میشه. یک تعداد مخالفین افتخارات ملی افغانستان به شمول یک اندازه برادرهایی که در گذشته در جنای کف یا در خلق پرچم کمونیسم بودند، اونا در بعض رسانه های خبری وانمود میکنند که دلیل که این هفته شهدا در افغانستان نامیده میشه این دولت دست نشانده و نوکر غرب است و یا به اصطلاح قدیمشان اونمو امپریالیسم خونخوار و یا اونمو کلمات که شما به یاد دارین در دوران سیاستشان بورژوا گپا. بله. مگر مطلقا این اساس نداره. این روز مطلقا به ارمانهای شهدایی که در افغانستان از عهد ثور به این طرف و همچنان شهدایی که در تاریخ افغانستان در جنگ‌های علیه انگلیس اشتراک کرده بودند به صورت منظم در رسانه ها تشریح میشه و دولت و ملت افغانستان یک موقف واحد داره. بله. همچنان ما به یک عقیده هستم که یادآوری از این روزا فرهنگ خودگذری، فرهنگ فداکاری و ایثار در متن جامعه ترویج میکنه، تشویق میکنه و یک عنصر واحد برای تحکیم وحدت ملی افغانستان میشه. بله. چرا که ما مطلقا یک جامعه اسلامی هستیم و الحمدلله اسلام یک تسلط مطلق سر ذهنیت عامه افغانستان داره. بسیار زیاد تشکر از این که ما میخوایم که زیادتر
خوارا برادرای خود وقت بدون که صحبت کنن به طور فشرده اگر صحبت کنین. امی عملات راکتی پاکستان بالای کنر و جلال آباد و نورستان به اصطلاح شما چی فکر میکنید چگونه اقدامات دولت افغانستان بکنه به اصطلاح به رفع از این موضوع؟ ما میفهمیم که اردوی پاکستان تشویش میکنه که اگر یک درز در قسمت بلوچستان موضوع دیورند و از نظر اقتصادی با وجود بیاید پاکستان تجزیه میشه. شما در اینجا فکر میکنید چگونه اقدامات در اینجا با وجود بیاید به اصطلاح؟ ما اولتر از همه برای شورا یا جرگه دیورند که چند سال پیش ما در اینجا ایجاد کردیم و یک ارمان مطلق ملی افغان هاست و یک مسئولیت تاریخی افغان هاست، الحمدلله در اواخر قدمای بسیار مثبت و تعمیری گرفته شده. بله. شمول حرکت شما. بله. ما من حیث یک طرح و ایره انشالله و تعالی شما هم دیم کاری کنین. ما باید یک صدای واحد برای حفظ سرحدات و منافع و حاکمیت ملی خود داشته باشیم. بله. پیشنهاد ما و مصلحت ما در این مقطع تاریخی است که باید به صورت عاجل یک اجماع ملی، یک لوی جرگه که مشتمل از پارلمان افغانستان، والی کنر، جرگه و شورای محلی اینجا با اشتراک وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت ملی و همچنان یک تعداد چیزفهما به شمول افغانان که در خارج کشور هستند که به جهان نشان بدن که ما یک صدای واحد برای حفظ مملکت خود و برای دفاع تمامیت ارضی خود داریم و همزمان قطعنامه از این باید به شورای امنیت داده شود و یک خوشخبری برایتان و برای همه شنونده هایتان و وطندارای ما است که 4 روز بعد در شورای امنیت ملل متحد سر عملیات آیسای بر سرحدات شرقی کشور یک اسامبلی خواهد بود و در اونجا جهان موقف خود اعلان کرد. برای از که ما این مستندتر بسازیم و قویتر بسازیم باید صدای بلند شود. من چند چیز را که از راه تلویزیون و پروگرام شما به ملت پیشنهاد میکنم که به صورت آنی و عاجل باید یک مظاهره در پیش ما در نظر گرفتیم. بله. بینمی هفته یا حداقل تا هفته آینده باید به صورت عاجل صورت بگیره. و دوم باید در این اجماع ملی که من پیشنهاد کردم باید یک قطعنامه و موقف ملی افغانستان معلوم شود. سوم به رسم سفربری شهید سردار محمد داود خان باید در اصل اوضاع سیاسی افغانستان افراد برای رجستریشن و نامگذاری برای دفاع خاک خود که باعث یک وسیله فشار و یک تمثیل فداکاری و تندرستی افغان‌ها را یک بار دیگر در تاریخ ثابت بسازه، باید این مراکز توسط دولت افغانستان به صورت عاجل باز شود و مردم برای ثبت نام به اون مرجع باید بره. بله. این خودش و این باید در دلیلی که ما به افوزه گفتم که از تمام ولایت افغانستان، از تمام اوضاع افغانستان و از تمام اقوام افغانستان ما از افغانستان آمدیم. روحی ملت برای ما معلوم است، شجاعت مردم برای ما معلوم است و تندرستی مردم برای ما معلوم است. ما به ایمان مطلق میگم که به هزاران هزار به میلیون ها جوان، به میلیون ها خواهرای افغان ما در پالی ما استاد شد و این خودش دلالت به این خواهد کرد که افغان از سرزمین خود، از دامن مقدس مادر وطن خود به صورت شایسته‌اش دفاع کرد. صادق صاحب، شما ما یک ویدیو کلیپ دیدم که قماندان امنی فعلی ولایت ارزگان برش رشوت آمده و رشوت قبول نکرد، اما باز معلوماتی که ما دارم قماندان فعلی، من اسمشان یادم رفته، اونا تدابیر شدید امنیتی داخل خود ارزگان در نظر گرفتن که در اوجا هیچ گونه تشویشی با وجود نیست. اگر میایم زود از بین میره. اگر ما بتانیم اما تو یک رویه در تمام ولایت ها با وجود بیاریم، ما فکر میکنم که به خیر و صلاح مردم افغانستان خواهد بود.
که همین موضوع بی‌امنیتی در داخل خاک افغانستان این ما چطور میتونیم که ما را رفع کنیم؟ به اصطلاح امی قماندان امنی ولایت ارزگان باید یک سرمنشه شود. ما میفهمیم که ما داریم اشخاص مثل جنرال صاحب امین امرخیل، جنرال صاحب رسول و سایر برادرایی که ملیستند در قسمت خدمت به خاک و وطن توجه جدی دارن. ما چطور میتونیم این موضوعات امنیتی رو به طور خلاصه اگر شما نظرتان بتین؟ ما من حیث شاهد عینی شما یادآوری از جنرال صاحب مطیع الله خان قماندان امنیه ارزگان کردین. این دو چیز ضامن سعادت در یک جامعه بشری است. یکی خودگذری و منافع ملی را از منافع شخصی خود کرده بالا شمردن و دوم پشتیبانی و حمایت مردم داشتن. اینها به صورت مطلق ما براتون گفتم میتونم که از حمایت همه اقوام، سران قومی، شورای محلی برخوردار هستند و اینا در هر مرحله با اینمی شورا مصلحت و مشوره میکنند و اینمی شوراها در یک همکاری مطلق با اینها یک زمینه بسیار آرام در ارزگان در 30 سال اخیر با وجود که مرکز نهضت طالبان بودن در تاریخ، بله، مگر الحمدلله نسبی آرامی ثبات در این ولایت بسیار محکم است، امنیت بسیار محکم است، خود مردم همکاری میکنه. شما باور کنین که وقتی که یک انتحاری از یک قریه حرکت میکنه از خود قریه مردم زنگ میزنه که برادر به اینی لباس موتورسیکل به این ساعت طرف شما روان است و از این خاطر است که اگر شما احصایه خود امنیت ملی افغانستان رو ببینید ارقام به حد بلند است. اینا 95% این توطئه ها قبل از اینکه اینا انتحاری در صورت بتن کشف میشه. به اصطلاح صادق صاحب وزارت داخله در این قسمت توجه جدی کنه، کسای قماندانای روان کنه که بتونن که مردم ولایت خود به اصطلاح تطابق کرده بتونن یک روحیه همکاری رو به وجود بیارن. شاید همین مشکل باشه که نتونستن امنیت در سایر ولایات به وجود بیارن. ما امیر ما فکر میکنم چرا مردم از دولت فاصله گرفته و اگر قماندان یا والی بتونه که همین فاصله را از بین ببره. ما داریم مشکلات دیگه، معمولا چیزایی هست که مازمایی در پسانتر یک 5 دقیقه بعد در برنامه سجگاه میدونم. آقای متین شما بهتر میفهمید که در پرنسیپ های سیاسی اینسورجنسی وقت رشد میکنه که بی‌عدالتی باشه، بله، بیکاری باشه، فقر اقتصادی باشه و فاصله ها بین دولت و ملت دور شود. بله، هر چقدر ما این فاصله ها رو با هم نزدیک کنیم، هر چقدر به مردم کار پیدا شود، هر چقدر حقوق مردم پایمال نشود، با اون اندازه در اون منطقه آرامی میآید و ثبات. یگانه کسی که ثبات، استقرار و صلح رو در منطقه محکم کرده میتونه خود مردم محل است و باید اینمی انگیزی ملی و اینمی باید برای مردم توسط رسانه ها، توسط این فرهنگ سیاسی باید رشد کنه که بالاخره ضامن صلح، ضامن آبادی و ضامن سعادت یک ملت خود مردم این ملت است. موضوع دیگه ای که زیادتر در به اصطلاح در منطقه آسیا صحبت میشه، بالخصوص توسط ایران و توسط پاکستان، همین موجودیت دموکراسی که در افغانستان است. یعنی خبرنگارای ما یا همین به اصطلاح تلویزیون ها چیزایی را که برودکاست میکنن به شکل دموکراتیک، یعنی به شکل آزادش اعلان میکنن که ممالک دیگر به اصطلاح سود ساخته امی آزادی بیان در داخل خاک افغانستان. اگر این ما بتونیم به اصطلاح کمک پالشش کنیم و بهترتر بسازیم میشه، به نظر ما یک کار بسیار خوب خواهد بود. ما میخوام چون شما در افغانستان زیاد هستین همین موضوع را از نقطه نظر شما چه قسم مشاهده میکنین؟ ما افغان ها شما در عمر خود شاهد عزیزین که در دهه 60 افغانستان دموکراسی که داشت در منطقه نه بلکه در کل آسیا بی‌نظیر بود. بله. شما به یاد دارین که مظاهره هایی که
متاسفانه بالاخره باعث تشنج، شکست، خونریزی میلیون ها انسان ها و یک حکومت ناروا، یک کاذب دست نشانده روس بر ما تعمیل شد و در نتیجهش تشنج اینقدر ریشه دار و عمیق شد که تا بال ما به این جنجال ها تا بال ما به هزار کشته روزانه میدیم. بله. و ببینید مگر ما طرفدار عزیزم که ما فکر میکنم که آل وقت او رسیده که ما افغان ها من حیث یک ملت واحد و یک پارچه در یک اجماع ملی با یک لوی جرگه خود مشتمل از سران جهادی باشه، مشان قوم باشه، افراد با رسوخی که در ملت مطرح هستند، افراد چیزفهمی که در خارج هستند، یک مرکز یا یک اجماع ملی ایجاد شود و سر حکومتداری و نوع حکومت آینده افغانستان فکر شود. از خاطر که من فکر نمی کنم که با هیچ جنجالی که فعلا دامنگیر افغانستان است ما انتخابات شفاف و عادلانه قانونی در شرایط فعلی داشته باشیم. و طرفدار از این موضوع زیادتر پاکستان هم است که بتونه انتخابات زودتر تمام یعنی صورت بگیره، بتونه که نوکرای خود بیاره و افغانستان از سیستم داخلیش سیاسیش به اصطلاح مضطرب بسازه و یک احساس بدبینی شدید برای مردم ایجاد کنه که ما از پلانای آیسای پلانای یعنی پلانای شوم پاکستان ما آگاهیم به اصطلاح و این ما پیشنهاد میکنیم و تمام مردم افغانستان که شما بسیار مواظب باشین در قسمت انتخاب اشخاص ملی و نمایندهایی که شما روان میکنین به ولسی جرگه و مشران جرگه بسیار آدمای ملی. بفرمایید. چند چیزی که آفتاب وارد در افغانستان روشن است او مداخلات کشورهای منطقه بالخصوص استخباراتشان است. بله. جنگ استخباراتی است امیال فعلا داخل خاک افغانستان اگر به طور کل بگویم. اون چیزی که فعلا متاسفانه یک جنجال دیگر هم که ما دامنگیر ماست اختلافات سلیقه‌ای تاجران قومی است که میخوایم که از قوم یک دفتر تجارتی بسازن بله. و برای کسب قدرت در حکومت آینده و همچنان موقف ناتو و غرب بسیار گنگ است در قبال سیاست و سرنوشت آینده افغانستان و نوع حکومت افغانستان و این هم عدم مدیریت و ظرفیت ها در دولت افغانستان، فساد اداری، اینا را خود روزمره شما خبر میشید که جنجالای بسیار عمده است که من فکر میکنم اینی مصارفی را که اینها به صدها میلیون دلار برای انتخابات میکنن اگر از پروژه های بنیادی که در طول المدت منافعش به افغانستان برسه و از راه یک تفاهم بین الافغانی که دولت بتونه با یک وسعت نظر و با یک قاعده وسیع اینی افراد چیز فهمه در یک دولت عادل، در یک نظام عادل جمع‌آوری کنند به مراتب بهتر خواهد بود از اینکه مصرف شود در نتیجهش تشنج، تشدد و تفرقه باید. امی مثلا ما پیشنهاد کردیم که سر تا سر اروپا یک مظاهرات شود، حداقل یک 20-40 هزار نفر براین داخل خود واشنگتن از تمام ایالت‌های امریکا بیاین در واشنگتن یک مظاهره سرتاسری ما با وجود بیاریم. ما خواستار خود به دولت امریکا کنیم و ناتو. این بسیار موثر واقع میشه. ما چم برادرها و خواهرای ما افغان ما در نقطه دنیا که هستند، در اروپا در امریکا، این باید توجه جدی به اونا کنن و این خواهش جدی است که اونا به این به اصطلاح به می ادعای ما جواب مثبت بتن براین از خاطر به اصطلاح وطن، دین، وطندارای خود کنو در افغانستان هستند، اونا از شرایط گوارایی که اینا برخوردار است اونا نیستن، برای آواز خود بلند کنن. من مطمئن هستم که ممالک غربی و شمول امریکا جواب مثبت خواهد. صادق صاحب از توجهتان بسیار زیاد تشکر. لطف مرحمت کنید شما تلفن کردین. یک عرض مختصر برای اخیر اگر اجازه بفرمایید صاحب. با طور فشرده بفرمایید صاحب. ایست که باید ما افغانات مثل که در پروگرام گذشته تان گفتم تقسیم مسئولیت ها و وظایف کنند. ما به اطمینان کامل به وطندارای خود من حیث یک عضو شورای محلی داخل افغانستان اطمینان میتونم که مردم داخل افغانستان، ملتتان قهرمانانه از سرحدات خود، از منافع خود
ملی خود دفاع خواهد کرد. شما بهترین وسیله قدرت هستین در امریکا که ارتباط افغانستان با امریکا بسته کنین. این کل ارتباط شد. اینمی استدلالی که پیشتر شما راجع به سفیر پاکستان در ملل متحد آقای هارون کردین، ما چیز فهمای ما، دانشمندای ما، لابیستای ما، سیاستمدارای ما باید اینمی وظیفه مقدس و این مکلفیت ملی خود فراموش نکنن که ممالک منطقه در چهار طرف افغانستان طرفدار بیرون رفت اساکر ناتو و غربی ها از افغانستان هستند تا خودشان پس تسلط پیدا کنند و این جفای بزرگ بر افغانستان در این مرحله خواهد بود. ما شما و همکاران شما و همچنان از دیگر گردانندگان پروگرام های سیاسی در تلویزیون ها و استادان پانتون پیشنهاد خواهد شما است که مسئولیت بزرگتان در این مقطع تاریخی است که اینمی لابینگ سنتر در امریکا واز کنین و صادق صاحب امیر خواستم پیشنهاد کنم برادرای ما که در اینجا تولد شدن و لایر هستن، یعنی در قسمت قانون دسترسی دارن، در واشنگتن زندگی میکنن، در مریلند زندگی میکنن، لطفاً با ما در تماس شوین که ما بتانیم که یک گروپ لابیستا را به اصطلاح ما داریم، فعلا گروپ داریم و برادرها کار میکنن و خصوصا خود من بسیار در این قسمت فعال هستم. یعنی پارلمان ملی افغانستان تماما با توجه تمام کانگرسمن‌ها و تمام ممالک ناتو به اصطلاح ما آوردیم و در این رشته ما بسیار فعال هستیم این کار میکنیم و ما روز شنبه بین ساعت 1 تا 2 برنامه دیرون جرگه داریم که در این موضوعات گپ میزنیم صاحب. و در این حال باید ما ذکر کنیم که روز دوشنبه در برنامه سپین خبر میز مدور بلوچاست که به اطلاع تماما خوارا برادرای خود برسانم که میز مدور بلوچا روز دوشنبه در برنامه سپین خبری دایر میشه. شما آگاه باشید. صادق صاحب از توجهتون بسیار تشکر، بسیار لطف کردین صاحب. سفر بخیر دوباره به افغانستان. تشکر. با امان خدا صاحب. ما یک موضوع را میخوایم که به اصطلاح با شما خوارا برادرها صحبت کنیم. از این بعد ما تلفن های شما را میگیرم. یک سوال است که پرابلم عمده سیاسی مردم افغانستان فعلا چی است؟ فقط هر کس یک دقیقه وقت داره یا 2 دقیقه وقت داره، زیادتر از او اجازه نمیتم و ما اجازه نمیتم کسی که منفی صحبت کنه. این برنامه مثبت به خیر و فلاح مردم افغانستان است. همونطور که تلویزیون پیام افغان از روز تاسیس تا حال توجهش به خیر و فلاح مردم افغانستان بوده و است و در آینده خواهد بود. این برنامه که امروز مدایر کردیم تنها کوشش ما خداوند او را قبول کنه با خیر و فلاح مردم افغانستان باشه. سوال عمده است که پرابلم عمده سیاسی افغانستان چی است؟ در این شرایط فعلی ما چطور میتونیم این پرابلم حل کنیم؟ هر کسی که جواب درست داد $500 از طرف خودم برش تحفه میتونم. $500 و ما میخواهیم که نظریات شما را بشنوم. هر کسی که جوابی سوال بگوید که پرابلم عمده سیاسی افغانستان چی است، تنها ما سر زمین موضوع گپ میزنیم. و پیش از یک تلفن هایتون بگیرم بازم توجه رئیس بانک مرکزی را به این موضوع معطوف میکنم که چالش کلدار در ولایت های که ما ذکر کردم بند کنه و در این حال آمدن لاری های تومان داخل افغانستان جلوگیری کنه. و در این حال از وزیر صاحب اطلاعات کلتور ما خواهش میکنم که آمدن روزنامه ها و از بین بردن جاده در مزار شریف که به نام دیپلمات های ایرانی صورت توجه کنن. ما با جوابشان یعنی قانع نیستم. کونا میگن که اوجا بگیرن اگسپری کنن. شما یعنی قدرت از این ندارین که شما برین لاوه را پس کنین دیگه لاوه بزنین باعث یک جاده مثلا احمد شاه بابا، سید جمال الدین افغان نامش بگذارین. شما یعنی شما همین قدرت ندارین. وزیر صاحب لطفا شما توجه کنین و خصوصا در قسمت چالش اثار
این باید شما باطل اعلان کنین. باز هم تکرار میکنم این برنامه جر و بحث ما تنها سر موضوع پرابلم اصلی سیاسی افغانستان چی است. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. السلام برادر گل. سلام علیکم، الله خوب باشین. سلام و احترامات به کل رادیو تلویزیون. زنده باشین صاحب، امر کنین صاحب، در خدمتتان هستم. خواهش است. من گفتم که سر جلال آباد هم حمله شد و مسئله کلدار هم بسیار گردرده شد. کنال پشتوکه گلاغه شیرده گلاغه شیرده پشتوکه در اسلام آباد تعلیم میکنه. یا چطور برادر گل اون موضوعات ما گپ نمیزنیم. حال ما میگیم پرابلم اساسی سیاسی مردم افغانستان چی است می فعلا سر این موضوع ما گپ میزنیم. جاسوسه خارجی که نشدن شد و جاسوسه پاکستان مالیندار است، جاسوسه ایران مالیندار است. آوازتون نمیاد برادر گل. جاسوسه پاکستان ایران کلش مالیندار است برادر. خب نمیا ادام شدن کلش در پارلمان هستن. بچه جی قدیر گلاغه شیرده سونمتون اسماعیل جاسوس ایران است که یک بندبار جور نکرد. این جاسوسا جیمونجه است. نمیا ادام شدن برادر خیر و خیر از نید افغانستان جنگ است. برادر امی عملات شخصی را بانین. ما موضوعاتی که ما صحبت میکنیم پرابلم سیاسی افغانستان چی است، سر از این موضوع بسیار زیاد تشکر، لطف مرحمت کردین صاحب. بله سلام علیکم، بفرمایید صاحب. آقای متین احترامات، سلام خدا خدمت شما تقدیم میکنم. السلام علیکم قاصد صاحب، امر کنید صاحب، بفرمایید صاحب. آقای متین فعلا افغانستان در یک دو پرابلم بسیار قوی گیر است. اولی که ما در افغانستان یک حکومت ملی که واقعا از حق مردم دفاع بکنه، عدالت باشه و در اونجا در مقابل فساد اداری دفاع کنه که فریادش هم از طرف ملت افغانستان برآمده و هم از طرف ممالک خارجی و ناتو. بله. ما امروز میبینیم که در افغانستان به چی اندازه فساد اداری روان است که هیچ کس حتی هم حق حقوق حقی خودم با اسناد کامل به دست آورده نمیتونه. لحاظا تا زمانی که فساد اداری از دولت افغانستان خلاص نشه و در راست کار مردمای پاک و وطن پرستی که واقعا برای افغانستان خدمت کنن و خود قربانی ملت بسازن تا او در این مشکلات بسیار دیست. مشکل دوم برای ما همسایه است و در راست همسایه البته اولا پاکستان است که از روز تاسیس خود پاکستان تا امروز بر علیه حکومت مردم افغانستان در سایه سیست و تا امروز ما و شما میبینیم که طالبان یا هر کس دیگه که هستی کشتار است تماما نبینیم که تماما فلان آیسای پاکستان است. امروز جای تأسفی است که ما نام از طالب میبریم وقتی که ما میبینیم که قماندان و اداره کننده طالب کی آیسای پاکستان است. لحاظا وقتی که آیسای پاکستان است از یک طرف که ما میگیم ما باطلگاه میگیریم ما آشتی میکنیم، شما یقین داشته باشین که طالب به دست خود نیست که با تو آشتی کنم. در راست طالب یک کس است که همون طالب کسی تو جنگانده، همون طالب بر علیه تو میخیزن، همون طالب بر علیه تو سلامت، تو میخوایی که با طالب مذاکره کنی. طالب هیچ کدام صلاحیت نداره. هر صلاحیت طالب در دست آیسای پاکستان است. بله. با توی دوستی نمیکنه، با توی سبه نمیکنه. بله. با تو مثلا دفتر صدا دایر میکنی و جلگه صدا دایر میکنی کلش یک چیز ساتری و بازیست که به درد مردم افغانستان نمیخوره. بله. اونی که ما در قرارداد نظامی که با امریکا یا با ممالک اینا کردیم در یک ماده واضح ذکر شده که اینا از حدود خاک افغانستان دفاع میکنن. تشکر. روشن است. اما امروز ما میبینیم که در مملکت ما در کنرها هزاران را که دفعه میشه نه ناتو و نه دولت امریکا دی سزای خودم میکشه. لحاظا ما دی پرسان میکنیم از دولت یا بسیاری کسات از این آقاهایی که ما قرارداد نظامی برش کردیم که اینا از حقوق ما دفاع میکنن چرا اینا نمیکنن؟ شما بسیار خوب گفتین که آقای ظاهر ترین نماینده افغانستان در ملل متحد است. آیا این وظیفه ازی چیست که تمام روز هزاران راکت در افغانستان پای نشهی نماینده محترم ما آرام شیشتر از این موضوع
راکتای قاصد صاحب فیر میشه این را به ملل متحد پیشنهاد نمیکنه از افغانستان دفاع نمیکنه. قاصد صاحب چون ما برای کلگی گفتیم 2 دقیقه باز انشاءالله در برنامه دیگه صاحب شما گپ بزنین. بسیار زیاد تشکر از نظر شما صاحب، مهربان هستین، شما بزرگوار هستین، لطف کردین صاحب. تشکر بسیار زیاد صاحب. السلام علیکم، بفرمایید صاحب. السلام علیکم محترم، انصاری هستم از ورجینیا، خوش شما را زحمت دارم. السلام انصاری صاحب گرامی، بفرمایید صاحب. سوال ما تنها پرابلم سیاسی افغانستان چی است در شرایط فعلی؟ اگرچه که من ناوقت گرفتم، خلاکن مسئله که من میگم به مسئله او مسئله را شاید در بر بگیرم. 2 دقیقه دارین صاحب، زیاد نیک برای کل برادرها وقت پیدا شود. عرض مایسته که پیشتر یکی از دوستا فرمودن که یک اجماع ملی، من طرفدار اجماع ملی هستم، مشروط به این که وقتی که اگر سران جهادی مقامات دولتی زمان حکومت خلق و پرچم و دل که موجود فعلا در افغانستان در قدرت هستن، اگر اینا یک تعهد بکنن که ما از ملت معذرت میخوایم و سرمایه هایی که جمع کردن اینا را به دولت به سند شرایط بگن که ما تسلیم میتیم، ملت سرزا اعتماد میکنه، اجماع ملی میتونه مشکل افغانستان را حل بسازه. اما صفوف این مردم اگر از طالب است، اگر از حکومت خلق و پرچم است، اگر از مجاهد است، اینمی طرفا جمع به طرفا و دانشمندا اینا میتونن در اجماع ملی با صداقت اشتراک کنن و تعهد رسمی بپسپارن. میتونه که در حرف بگن، حرف بسیار زده شده و در عمل نیست. این مسئله افغانستان به صورت روشن حل میکنه و هر کس همینجا یک تعهد بزن، قسم بخورن که ما امیر عمل میکنیم، یگانه راه نجات از جانم دیگه پیش برای مجاهد و اینا اگر میره شما تبعیض بر افغانستان مشکل حل نمیشه. تشکر بدر، بسیار لطف کردین. تشکر صاحب. ما با یک چند اعلان تجارتی میریم، ما پس میریم، لطفا با ما باشین. بسیار زیاد تشکر.